مثل این باک که ویدیوش شما دیدین، نگاه کن چقدر تمیز در اومده. و این جعبه ها جعبه بغل یا همون قاب بغل شکاری هستن که نگاه این قسمت هم اینا قرمز بودن، من رنگشون کردم. این قسمتش فقط یک کمی چسب من زده بودم، بعد با بنزین این چسبا رو می‌خواستم بیرون کنم، این قسمت این رنگ اومد بیرون. نگاه چقدر تمیز در اومده خدایی. برچسبا رو من قبلا بیرون کردم، بعد رنگکاریشون کردم و این قابا شدن و الان نگاه اینا قرمز بودن، الان مشکیشون کردم هم رنگ این باکمون. و الان این وسایل این قاب بغل و باک و اینا رو آرمشو درب باکشو و اون شیرشو ببندیم و ببریم روی موتور نصب کنیم، ببینیم چقدر تمیز در میاد این موتوری که ما این همه زحمت کشیدیم واسه بازسازیش. الان این قفلای جعبه یا همون قاب بغل رو وصلشون کنم، نصبشون کنم. نحوه نصبشون هم اینجوریه. نگاه این قسمت یه برآمدگی داریم، برآمدگی این قسمت میفته. بعد که این قسمت بیفته این خارا از زیر اینجوری وصل میشن، تمومه دیگه. اینم از قاب و قاب دومم به همین صورت وصلش کنم. این قفلشو خب اینم از قاب بغلا و الان این باکه رو بیارم و این درب باک رو وصلش کنم. این قسمت اینم از کلیداش، دو تا پیش داره این قسمت، دو تا پیش 4 سو داره. و نگاه بسته نمیشه، میگن که درب خرابه، میگن درب باک خرابه، در صورتی که درب باک خراب نیست باید این قفلش رو باز کنن بعد ببندن. نگاه الان خوب شد. مثلا موقعی که اینو بازش کنیم باز نمیشه، کمی گیری داره باید درستش کنیم. مثلا میاد اینجوری طرف میاد این کار انجام میده، میگه که بسته نمیشه. نگاه باز بسته نمیشه، بیرون هم نمیشه. چرا؟ می خاطر که باید این قفلش کلن قفل بشه، بعد که قفل شد کلید سر جاش بیاد بعد میاد بیرون. نگاه اینجور نمیاد بیرون، بعد هر چقدر میخوایی مثلا بچرخونی نمیچرخه و بیرون نمیاد، بعد اینجوری بشه تا بیاد بیرون. خب اینم از درب باک و الان این وسایلش رو ببندم. این شیر باک نگاه رفقا، واسه این که به قول ما شیرش رو ته باک کنید یا ته باک، یعنی هر چی بنزین داخلش میمونه بیاد بیرون. بعد مثلا پایین اینو شیرشو پایین قرار میدن تا هر چی بنزین داره بیاد بیرون. من اینی که این قسمت قرار داره چیکار میکنم؟ موقعی که اصلا ته باکش نکردیم، نگاه از این قسمت اینو میشکنم، بنزینی که داره از این قسمت بیان داخل و اون رسوباتی که هستن داخل باک مثلا این قسمت جمع بشن، از این قسمت نیان داخل شیر. الان این قسمت قرار میدیم و بعد از این شیرها، بهترین شیرهاشون این مدل ها هستن که نگاه باز بسته میشن. بعضی از شیرها مثل شیر باک رپیدو که اصلا به درد نمیخوره، این قسمت یه خار داره که زود میاد بیرون، اون به درد نمیخوره. خب این قسمت دیگه خوبه و الان باید آمپر بنزین باید وصلش کنم، آمپرش رو بیارم.
آمپر بنزینش هم وصل کنم. یادم نیست که این قصه میفته. اینگونه میفته فکر کنم. آرمهای این جعبه، آرمهای قاب بغلم وصل کنم که من اینا رو بیرون کردم ولی وصلشون نکردم. وقت این رسیده که باکر روی موتور بذارم، وصلش کنم این سیم جای آمپر بنزین و بعد به زور لامصب و جا انداختم به حسابی بدبختی. ماشین بود که بازسازیش کردم و یک روپوش روش وصل کردم، تمیز در اومد. خب الان این جعبه ها رو وصل کنم. این قسمتش یکم ضایعه، اینشو باید بعدا تعویض کنم، ولی خب الان اینو ببندم که دیگه پدر منو در آورد. بعد از مدت ها دیگه موتور تموم شد کاراش و الان بنزین رو داخلش بریزیم و ببینیم روشنش کنیم روشن میشه یا نه. خیلی اذیت شدم واسه داخلش بنزین نیست. شیر رو بازش کنم تا بنزین بره داخلش. بنزین کمی خوردم، خیلی حال داد. خب اینم از آقا غناری ما که بعد از مدت ها بازسازیش کردیم. به نظرتون خوب در اومده یا نه؟